سلام، این پادکست مبهوته و من ناانسانی هستم که در کمال بهت از دنیایی که شما ساختید قصه میگم. هدف این پادکست معروف شدن و تبلیغ گرفتن و این چیزا نیست. پس به خودتون زحمت ندید که برای کسی بفرستیدش و لایک و ادا و اطوار سرش درارید. قصد این پادکست تغییر چیزی یا کسی نیست، چه اینکه ما اعتقاد نداریم آدمیان قادرند در جهت مثبت تغییری کنند. همینطوری دور هم داریم حرف میزنیم. سخت نگیرید. پادکست مبهوت مثل یه تکه الوار سرگردان در وسط اقیانوسه. بسته به جهت باد ممکنه به هر سویی بره و متناسب با جایی که سر از اون در آورده قصه بگه. این اپیزود 7 و آخرین قسمت از فصل اول پادکست مبهوته. خب من در ابتدای اپیزود آخر از فصل اول پادکست مبهوت باید اشاره کنم به یک سری انتقاداتی که به پادکست شد. از جمله عده‌ای گفتند به این شکل پرداختن به یهودیت به شکلی سامی ستیزی و یهودی ستیزیه. تصور میکنم اول از همه باید بپذیرم که لحن این فصل از پادکست مبهوت به شکلی است که میشه ازش برداشت‌های این چنینی کرد، یا شاید واقعا هم کمی یهودی ستیزانه است. به هر حال اگر اینطوره من اون رو به عنوان یک ایراد میپذیرم، اما چند نکته رو باید یادآور بشم. اول اینکه درسته که اگر به صورت غیر تفسیری و اینقدر سوهان نخورده و خام به سراغ هر کدوم از متون مقدس بریم، میتونیم نکات مشابه اینطوری که من در تورات پیدا کردم و پیدا کنیم و به خاطر مرتجع بودنشون انگشت اتهام به سوی اونها بگیریم. اما توجه کنید که این شکل از مراجعه به متون مقدس دست کم در زبان فارسی به کرات در مورد اسلام شده، اما هیچ مراجعه‌ای از این زاویه به متون مقدس مسیحی و یهودی نشده. در نتیجه به نظر اکثر فارسی زبانان دین مسیحیت یا دین یهودیت عاری از ایراداتی هستند که بعضاً به متون مقدس اسلامی وارد میشه. اما ما اینجا با خوندن تورات که کتاب مقدس مسیحیان و کتاب مقدس یهودیانه، شاید یکی از معدود دفعاتی است که داریم به زبان فارسی مراجعه‌ای زمخت به نص صریح این کتب میکنیم. حالا چرا هی دائم در مورد این زمخت بودن و بدون تفسیر بودن صحبت میکنم؟ به این دلیل که وقتی شما به صورت زمخت و بدون تفسیر به سراغ متون این گونه برید و به خصوص سعی کنید اون نص صریح بدون تفسیر و زمخت رو فکتی تاریخی قلمداد کرده و بر اساسش تاخت و تاز کنید و آدم بکشید و اشغالگری کنید و کشور جعلی درست کنید و همون کشور جعلی رو گسترش بدید و یک گازی به همه کشورهای اطراف بزنید و سندتون همین برداشت زمخت و بدون تفسیر از یک متن مقدس باشه، در واقع به مفهوم واقعی کلمه مطلقاً فرقی با داعش نمی کنید. اگرچه از نگاه من مقایسه داعش با رژیم قومی نژادی یهود به نوعی بی‌انصافی در حق داعشی که ما فکر می‌کردیم پست بودن رو به نهایت رسونده هم هست، چون واقعا دولت قومی نژادی یهود نشون داد که حتی از داعش هم میشه پست‌تر و خونخوارتر و جنون‌آمیزتر به متون مقدس مراجعه کرد و با تفاسیر زمخت منجر به قتل صدها هزار نفر شد. حالا در مورد دولت قومی نژادی یهود تعارفات بین المللی دست و پاشون رو بسته، وگرنه اینها با آرامش خاطر میتونن هر شکلی از جنایت رو در تمام سیاره مرتکب بشن. اینها رو بیشتر از این جهت میگم که به این موضوع هم اشاره کرده باشم که دولت قومی نژادی یهود با سوء استفاده از آیین یهودیت، توی پرانتز آیین یهودیت بسیار برای مورد سوء استفاده قرار گرفتن مستعده و به وجود آوردن یک بدنه جعلی از شهروندانی جعلی برای کشوری جعلی تونسته چنین به جنایت علیه بشریت دست بزنه. و خب این بیشتر به ما نشون میده که دولت قومی نژادی یهود یک پروژه استعماریه تا یک پروژه مذهبی. یعنی بیشتر از این که ما بخوایم دولت قومی نژادی یهود رو به دنیا آمده
استفاده از دین یهودیت فرض بگیریم، میبایست اون رو یک پروژه استعماری فرض بگیریم که از دل دولت‌های استعماری غربی بیرون اومده. از این جهت درسته که این متن داره بازخوانی زمخت از تورات میکنه، اما به نوعی مقصودش اینه که بگه به واسطه این بازخوانی زمخت از تورات و پدید آوردن دولتی جعلی و داعشگون در قلب فلسطین بوده که جهان امروز شاهد جنونی به نام اسرائیله. این پادکست رو میشه از وجه دیگری هم دید. اینکه وقتی ما میگیم ضد سامی داریم از چه حرف میزنیم؟ ما در این پادکست توضیح دادیم که سامی یعنی کسانی که از نسل سام، یکی از 3 فرزند نوح منشأ میشن. گفتیم که نوح 3 پسر داشت، سام و حام و یافس. و گفتیم که حام یکی از 3 پسر نوح به خاطر اینکه نوح پدر رو در حالت مست و عریان دیده بود از طرف پدر لعن شد و البته این حام بود که لخت پدر مستش رو دیده بود، اما پدرش نه تنها حام که فرزند اون کنعان رو هم لعن کرد و گفتیم که کنعان کسی است که سرزمین کنعان به واسطه قوم او پدید آمدند و گفتیم که سرزمین کنعان به نوعی همان فلسطین است. یعنی فلسطینیان که خودشون یکی از اقوام منشعب شده از حام، یعنی همون فرزند نفرین شده نوحند، و کنعانیان در یک منطقه میزیستند و بعد هم مجموعه این اراضی فلسطین نام گرفت. و بعد توضیح دادیم که فرزندان سام اون کسانی بودند که در حوالی عراق کنونی زندگی می‌کردند و از اون جمعیت سامیان فقط ابراهیم و چند 10 نفر از اقوامش بودند که به کنعان مهاجرت کردند و خب بدنه اصلی سامیان در آنچه ما امروز عراق می‌انگاریم باقی موندند و قوم ابراهیم با کنعانیان در هم آمیختند. یعنی ابراهیم سامی 2 فرزند داشت که یکی اسماعیل است و دیگری اسحاق. یعنی اسماعیل که به دلیل مصری بودن مادرش هاجر خودش نیمه سامی محسوب میشد، 2 همسر اختیار کرد که یکی مصری و دیگری کنعانی بودند و خب از همینجا نسل سامیان و مصریان و کنعانیان و فلسطینیان در هم آویخت و بعد میدونید که سلاله اسماعیل بسیار کثیر شدند، جوری که به لحاظ تعداد قابل مقایسه با سلاله اسحاق نبودند و اسحاق که خودش از پدر سامیش ابراهیم به دنیا آمده بود 2 فرزند داشت، یکی نخست‌زاده‌اش عیسو و دیگری یعقوب که بعدها اسرائیل نام میگیره و تبدیل به پدر بنی اسرائیل میشه. حالا این عیسو که نخست‌زاده اسحاق سامی باشه خودش 3 زن میگیره، 2 زنش کنعانی یعنی از همان قومی بودند که توسط نوح نفرین شده و یک زن دیگرش فرزند اسماعیل بود که گفتیم اسماعیل خودش فرزند نیمه سامی ابراهیمه چون مادرش هاجر مصریه و همسرانش هم کنعانی و مصری اند. و خب میدونیم که باز قوم عیسو بسیار کثیرتر و پرتعدادتر از قوم یعقوب بود. بعد همین یعقوب که از 12 پسرش قوم بنی اسرائیل شکل میگیرند، یعنی همینایی که امروز میگن ما سامیم، 4 تا از این پسرهای یعقوب از کنیزهایی به دنیا میان که کنعانی و فلسطینی اند که خب این رو هم میدونید که قوم اسماعیل در مصر و در فلسطین گسترش یافتند و قوم عیسو در لبنان و بخشی هم در سوریه گسترش یافتند. پس این پادکست با همه ایراداتش یکی از کمک‌هایی که بهمون میکنه اینه که بدونیم ادعای سامی بودن از طرف یهودیان مهاجر به سرزمین‌های اشغالی آورده شده ادعای دروغ و گزافه، به این دلیل که فلسطینیان، مصری‌ها، لبنانی‌ها و حتی سوریه‌ای‌ها بسیار سامی‌تر از یهودیان غربی تبار به سرزمین‌های اشغالی آورده شدند و وقتی که شما دارید میگید ضد سامی دارید در مورد یک مفهوم مه‌آلود و غیر قابل اتکا صحبت می‌کنید. از طرفی گفتم بخش اصلی جماعتی که فرزندان سام بودند در عراق کنونی مستقر بودند و از بین اونها فقط ابراهیم بود که مهاجرت کرد به کنعان. یعنی حتی عراقیان امروزی و بخشی از ایرانیان سامی‌تر از یهودیان غربی به سرزمین‌های اشغالی آورده شدند. به خاطر اینه که خیلی خنده‌داره
وقتی از دهن یک ایرانی اپوزیسیون پرو غربی پرو اسرائیل میشنویم که ضد سامی نباش. عزیز من، تو خودت سامی‌تر از اون یهودیانی هستی که از غرب به سرزمین‌های اشغالی آورده شدند و در خانه‌های قانونی فلسطینیان فرو کرده شدند. در کل مقصودم از این حرف‌ها این نبود که بخوام انکار کنم مضمون فصل اول پادکست مبهوت بی ایراده و ضد یهودی نیست. شاید هست، اما در همین حد که گفته شده خوبه. از این جهت که هم شمایانی که دستی در نقد دارید نقدش خواهید کرد و باعث بهتر شدنش خواهید شد، و هم این که بالاخره در زبان فارسی یک کسی بی‌تعارف، زمخت و بدون تفسیر نص صریح تورات که خودش بخشی از کتاب مقدس مسیحیان نیز هست رو خوند تا احیانا بحثی حولش شکل بگیره، نقدی بشه و چیزهایی در موردش گفته یا نوشته بشه. خلاصه دمتون گرم که تا اینجا همراهی کردید. بریم سراغ قسمت آخر از فصل اول پادکست مبهوت. خب توی قسمت قبل خوندیم که 10 پسر یعقوب از زنانش و از کنیزانش اول تصمیم گرفتن که یوسف را بکشند، بعد پشیمون شدن و توی چاهی انداختن تا در موردش تصمیم بگیرن، اما یه عده دیگه اومدن و یوسف را از چاه بیرون کشیدن و فروختن به یک قافله‌ای که داشت به سمت مصر میرفت. اونا هم یوسف رو به مصر بردن و به مردی مصری به اسم فوتیمار فروختند. حالا ادامه قصه. اما یوسف را به مصر بردند و مردی مصری فوتیمار نام که خواجه و سردار افواج خاصه فرعون بود، وی را از دست اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند خرید و خداوند با یوسف می بود و او مردی کامیاب شد و در خانه آقای مصری خود ماند و آقایش دید که خداوند با وی است و هر آنچه او می کند خداوند در دست راستش می آورد. پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را به خانه خود برگماشت و تمام مایملک خیش را به دست وی سپرد. و واقع شد بعد از اینکه او را بر خانه و تمام مایملک خود گماشته بود، خداوند خانه آن مصری را به سبب یوسف برکت داد و برکت خداوند بر همه اموالش چه در خانه و چه در صحرا بود و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت و از آنچه با وی بود خبر نداشت جز نانی که می‌خورد و یوسف خوش‌اندام و نیک منظر بود. خب من نمیخوام خیلی با جزئیات قصه یوسف رو بخونم چون بیشترتون میدونید قصه معروفی است. خیلی جاها رو رد میشم برای اینکه بتونم این اپیزود رو در زمان معقولی تموم کنم. و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش، یعنی زن آقای یوسف، بر یوسف نظر انداخته گفت با من همخواب شو. اما یوسف ابا نموده به زن آقای خود گفت اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است. بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نداشته جز تو، چون زوجه او می باشی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ شوم و به خدا خطا ورزم؟ و اگرچه هر روز به یوسف سخن می گفت، اما یوسف به وی گوش نمی گرفت که با او بخوابد یا نزد وی بماند. و روزی واقع شد که به خانه درآمد تا به شغل خود بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود. پس آن زن جامه او را گرفته گفت با من بخواب، اما جامه خود را به دستش رها کرده گریخت و بیرون رفت. و چون زن رخت خود را به دست یوسف ترک کرد و از خانه گریخت، مردان خانه را صدا زد و به دیشان بیان کرده گفت بنگرید، مرد عبرانی را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند و نزد من آمد تا با من بخوابد. و چون شنید که با آواز بلند فریاد کردم، جامه خود را نزد من واگذارده فرار کرد و بیرون رفت. پس جامه او را نزد خود نگاه داشت تا آقایش به خانه آمد و به آقایش بدین مضمون ذکر کرده گفت آن غلام عبرانی که برای ما آوردی نزد من آمد تا مرا مسخره کند. اینجا منظورش از مسخره کند اینه که بی‌عفتش کنه، حقیرش کنه، خفیفش کنه. و چون با آواز بلند فریاد برآوردم، جامه خود را پیش من رها کرده بیرون گریخت. پس چون آقایش سخن زن خود را شنید، خشم او افروخته شد و یوسف را گرفته در زندان خانه‌ای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت. اما خداوند با یوسف می بود و بر وی احسان فرمود و او را در نظر داروغه زندان حرمت داد و داروغه زندان همه زندانیان را که در زندان بودند به دست یوسف سپرد. و خیلی خلاصه بگم که در باب 40 اینطور میشه که فرعون با سردار ساقیان و سردار خبازان خودش دچار مشکل میشه.
و این 2 نفر رو میندازه به زندان افواج خاصه، یعنی همون زندانی که یوسف در اون محبوس بوده و هر دوی اینها خوابی میبینن و خوابشون رو برای یوسف تعریف میکنن. اونی که سردار ساقیان بوده خوابش اینطور بوده که در خواب تاکی دیده که 3 شاخه داشته و از آن شاخه ها گلی بشکفته و خوشه های انگور بیرون اومده و جام فرعون در دستش بوده و انگورها رو چیده و در جام فرعون فشرده و به دست فرعون داده. یوسف هم بهش گفته، تعبیرش اینه که تا 3 روز دیگه فرعون تو رو میبخشه و به منصبت باز میگردونه. و رئیس خبازان هم خوابش رو اینطور برای یوسف تعریف کرد که 3 سبد نان سفید روی سرش بوده و او در این سبدها طعام‌های مختلف برای فرعون حمل می‌کرده و یوسف براش تعبیر کرد که تا 3 روز دیگه فرعون تو رو بردار می‌آویزه و 3 روز دیگه‌ش هم سال روز میلاد فرعون بوده و توی ضیافتی رئیس ساقیان رو میبخشه و به کارش برمیگردونه و رئیس خبازان رو به دار می‌آویزه. و در باب 41 2 سال از این ماجرای تعبیر خواب سردار خبازان و سردار ساقیان گذشته و این فرعونه که خواب میبینه اینک بر کنار نهری ایستاده است که ناگاه از نهر 7 گاو خوبصورت و فربه گوشت برآمده میچریدند و اینک 7 گاو دیگر بدصورت و لاغرگوشت در عقب آنها از نهر برآمده به پهلوی آن گاوان اول به کنار نهر ایستادند و این گاوان زشت صورت و لاغرگوشت آن 7 گاو خوبصورت و فربه را فرو بردند، یعنی خوردند و فرعون بیدار شد و باز بخسبید و دیگر بار خوابی دید که اینک 7 سنبله پر و نیکو بر یک ساق بر می آید و اینک 7 سنبله لاغر و از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می رویند و سنبله های لاغر آن 7 سنبله فربه و پر را فرو بردند و فرعون بیدار شده دید که اینک خوابی است. صبحگاهان دلش مضطرب شده فرستاد و همه جادوگران و جمیع حکیمان مصر را خواند و فرعون خوابهای خود را به دیشان باز گفت، اما کسی نبود که آنها را برای فرعون تعبیر کند. و اینطور میشه که رئیس ساقیان یادش میفته که یوسف توی زندان خواب اونو به درستی تعریف کرده بوده، پس این رو به فرعون میگه و فرعون میگه برید این یوسف عبرانی رو بردارید بیارید ببینیم میتونه خواب منو تعبیر کنه یا نه. و یوسف خواب فرعون رو اینجوری تعبیر کرد که خواب فرعون یکیست، خدا از آن چه خواهد کرد فرعون را خبر داده است. 7 گاو نیکو 7 سال باشد و 7 سنبله نیکو 7 سال و 7 گاو لاغر زشت که در عقب آنها برآمدند 7 سال باشند و 7 سنبله خالی که از باد شرقی پژمرده شدند 7 سال قحط می باشند. سخنی که به فرعون گفتم این است، آنچه خدا می کند به فرعون ظاهر ساخته است. همانا 7 سال فراوانی بسیار در تمامی زمین مصر آید و بعد از آن 7 سال قحط پدید آید و تمامی فراوانی در زمین مصر فراموش شود و قحط زمین را تباه خواهد ساخت و فراوانی در زمین معلوم نشود به سبب قحطی که بعد از آن آید، زیرا که به غایت سخت خواهد بود. و چون خواب به فرعون 2 مرتبه مکرر شد، این است که این حادثه از جانب خدا مقرر شد و خدا آن را به زودی پدید خواهد آورد. پس اکنون فرعون میباید مردی بصیر و حکیم را پیدا نموده او را بر زمین مصر بگمارد. چون فرعون چنین بکند و ناظران بر زمین برگمارد و در 7 سال فراوانی خمس از زمین مصر بگیرد و همه معکولات این سالهای نیکو را که میآید جمع کنند و قله را زیر دست فرعون ذخیره نمایند و خوراک در شهر نگاه دارند، آنگاه زمین مصر از قحط تباه نگردد. و خلاصه فرعون این تعبیر رو باور کرد و کسی بهتر از خود یوسف پیدا نکرد برای اینکه در این منصب بگماره که بتونه 1/5 از تمام محصولاتی که در این 7 سال فراوانی برداشت میشه رو ذخیره کنه تا در سالهای قحط سرزمین مصر رو نجات بده. و اینطوری میشه که 7 سال فراوانی تمام میشه و 7 سال قحط آغاز میشه و این قحط فراگیره، طوری که حتی سرزمین کنعان، جایی که یعقوب پدر یوسف در اون زندگی میکنه، هم دچار قحط شده. دیدار یوسف با برادران. و اما یعقوب چون دید که قله در مصر است، پس یعقوب به پسران خود گفت
چرا به یکدیگر می‌نگرید؟ و گفت اینک شنیدم که قله در مصر است، بدانجا بروید و برای ما از آنجا بخرید تا زیست کنیم و نمیریم. پس یعقوب بچه‌هاشو فرستاد برن از مصری که قله انبار کرده بوده برای این 7 سال قحطی کمی قله بخرن تا نمیرن. پس 10 برادر یوسف برای خرید قله به مصر رفتند. و اما بنیامین برادر یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد، زیرا که گفت مبادا زیانی به دور رسد. یعنی یعقوب 10 تا از بچه‌هاشو فرستاد، اما بنیامین تنها بچه باقی مانده از راحیل رو باهاشون نفرستاد، چون بهشون اعتماد نداره دیگه. یه بار یوسف رو باهاشون فرستاده و لباس خونی یوسف رو براش برگردوندن. پس بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب به مصر رفتند، زیرا که قحط در زمین کنعان بود و یوسف حاکم ولایت بود و خود به همه اهل زمین قله می‌فروخت. و برادران یوسف آمده رو به زمین نهاده او را سجده کردند. چون یوسف برادران خود را دید ایشان را بشناخت و خود را به دیشان بیگانه نموده. آنها را به درشتی سخن گفت و از ایشان پرسید از کجا آمده اید؟ گفتند از زمین کنعان تا خوراک بخریم. و یوسف برادران خود را شناخت، لیکن ایشان او را نشناختند. و یوسف خوابها را که درباره ایشان دیده بود به یاد آورد. پس به دیشان گفت شما جاسوسانید و به جهت دیدن عریانی زمین آمده اید. بدو گفتند نه یا سیدی، بلکه غلامان توییم و به جهت خرید خوراک آمده ایم. ما همه پسران یک شخص هستیم، ما مردمان صادقیم. گفتند غلامانت 12 برادرند، پسران یک مرد در زمین کنعان، و اینک کوچکتر نزد پدر است و یکی نایاب شده. گفتند ما 12 تا بچه ایم، یکیمون گم شده، یکیمون هم پیش بابامونه. یوسف به دیشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوسانید، بدین منظور آزموده میشوید. به حیات فرعون از اینجا بیرون نخواهید رفت، جز اینکه برادر کهتر شما در اینجا بیاید. یا برید اون برادر کوچیکتون رو بیارید، یا نخواهم گذاشت که از اینجا برید. در واقع یوسف میخواست به نوعی برادر تنی خودش رو ببینه. پس بهشون میگه یک نفر رو از خودتان بفرستید تا برادر شما رو بیاورد و شما اسیر بمانید تا سخن شما آزموده شود که صدق با شماست یا نه، و الا به حیات فرعون جاسوسانید. پس ایشان را با هم 3 روز در زندان انداخت. خلاصه در حالی که اینا زندانن دارن به همدیگه میگن دیدید چی شد؟ اگر ما با برادر کوچکتر خود یوسف اون بدی رو نمی‌کردیم، شاید امروز این اتفاقا برای ما نمی‌افتاد. و روبین اون برادرشون که همون موقع هم بهشون گفته بود این کارا رو نکنید، تایید کرد که آره اون موقع هم گفتم که خون یوسف از شما بازخواست خواهد کرد. و اینا نمیدونستن که یوسف یه جاسوسی بینشون گذاشته که حرفای اونا رو میشنوه. و خلاصه یوسف این برادرانش رو صدا کرد و به نوکراش گفت کیسه های اینا رو پر از غله بکنند، پولی رو هم که آورده بودن رو یواشکی بذارن توی کیسه و لای غله هایی که به اینها دارن میدن. و این اتفاق هم افتاد و برادران یوسف غله را بر حماران خود بار کرده از آنجا روانه شدند که برن به سوی کنعان. و خلاصه توی خونه یکی از برادران کیسه خودشو باز کرد و دید ای بابا پوله اون توه. و به بقیه برادرها گفت اینطوری شده. اونا هم تپش قلب گرفتن و به یکدیگر لرزان شده گفتند این چیست که خدا با ما کرده؟ پس نزد پدر خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و از آنچه به دیشان واقع شده بود خبر داده گفتند آن مرد که حاکم زمین است با ما به سختی سخن گفت و ما را جاسوسان زمین پنداشت. و بدو گفتیم ما صادقیم و جاسوس نی، ما 12 برادر پسران پدر خود هستیم، یکی نایاب شده و کوچکتر امروز نزد پدر ما در زمین کنعان است. و آن مرد که حاکم زمین است به ما گفت از این خواهم فهمید که شما راستگو هستید که یکی از برادران خود را نزد من گذارید و برای گرسنگی خانه های خود گرفته بروید و برادر کوچک خود را نزد من آرید و خواهم یافت که شما جاسوس نیستید بلکه صادق. آنگاه برادر شما را به شما رد کنم و در زمین داد و ستد نمایید. یعنی خلاصه یوسف شمعون رو به اسیری گرفت، گفت تا اون برادر کوچیک رو نیارید این شمعون رو آزاد نمی‌کنم. اینا هم همه کیسه ها رو باز کردن و دیدن که این پولایی که برده بودن قله ها رو بخرن هم توی این کیسه هاست. خیلی ترسیدن و یعقوب هم بهشون گفت مرا بی اولاد ساختید، یوسف نیست و اینک شمعون هم نیست و می‌خواهید بنیامین رو هم ببرید. و خیلی ترسانه و میگه این کار رو با من نکنید. روبین به پدر خود عرض کرده گفت هر 2 پسر مرا بکش اگر او را نزد تو باز نیاوردم، او را به دست من بسپار و من او را نزد تو باز خواهم آورد. یعنی روبین میگه شما این بنیامین برادر کوچیکه یوسفو به من بده، ببرم اونجا نشون بدم و توی این فاصله 2 تا پسرای من که نوه های خودت باشن و گروگان بگیر. اگر من بنیامینو برنگردوندم 2 تا بچه‌هامو بکش. اما یعقوب راضی نمیشه، میگه من به شما اطمینان ندارم و پسرم رو به دست شما نخواهم داد که ببریدش به مصر.
بازگشت مجدد برادران. و قحط در زمین کنعان سخت بود و واقع شد چون قله ای را که از مصر آورده بودند تماما خوردند، پدرشان به دیشان گفت برگردید به مصر و اندک خوراکی برای ما بخرید. که خلاصه یهودا بهش گفت که اون کسی که والی اونجا بود به ما گفته هر وقت که برادر کوچیکتون رو با خودتون بیارید شما رو به حضور میپذیرن و در غیر این صورت جاسوسید. چطوری از ما میخوای بریم اونجا دوباره قله بخریم؟ خب میگیره یا میندازتمون زندان یا میکشتمون. پس یهودا به پدر خود اسرائیل گفت جوان را با من بفرست تا برخاسته برویم و زیست کنیم و نمیریم، ما و تو و اطفال ما نیز. من ضامن او میباشم، او را از دست من بازخواست کن و هرگاه او را نزد تو باز نیاوردم و به حضورت حاضر نساختم تا به ابد در نظر تو مقصر باشم، زیرا اگر تأخیر نمی نمودیم هر آینه تا حال مرتبه دوم را برگشته بودیم. میگه تو اون بچه کوچیکتر رو به من بده ببرم، من قول میدم برگردونم. تو الان 100 دفعه رفته بودیم برگشته بودیم به خدا. خلاصی یعقوب راضی میشه که بچه رو بده، فقط میگه مقدار عسل و کتیرا و لادن و پسته و بادام و ظرفهای خوشگل و ارمغانهای زیبا بردارید برای اون والی ببرید تا یه خورده دلش نرمتر بشه. پس پسرای یعقوب این هدایا و ارمغانها رو برداشتن، پولی هم که میخواستن بابت قله بدن رو 2 برابر بردن که گفتن شاید سهوی شده و دفعه پیش اینا پولو نگرفتن، ما پول قبلیه رو هم دوباره بدیم. خلاصه اونها هم به مصر فرود آمده به حضور یوسف ایستادند. اما یوسف چون بنیامین را با ایشان دید به ناظر خانه خود فرمود این اشخاص را به خانه ببر و ذبح کرده تدارک ببین، زیرا که ایشان وقت ظهر با من غذا خواهند خورد. همه رو به نهار دعوت کرد. خلاصه برادرها اولش ترسیدند که نکنه اینا میخوان ما رو بکشن، ولی بعدش یوسف اومد و بهشون گفت آیا پدر پیر شما که ذکرش را کردید به سلامت است و تا به حال حیات دارد؟ گفتند غلامت پدر ما به سلامت است و تا به حال زنده. پس تعظیم و سجده کردند. و چون یوسف چشمان خود را باز کرده برادر خود بنیامین پسر مادر خیش را دید گفت آیا این است برادر کوچک شما که نزد من ذکر او را کرده بودید؟ و یوسف به بنیامین گفت ای پسرم خدا بر تو رحم کناد. و به حضور وی بنشستند، نخست‌زاده موافق نخست‌زادگیش و خردسال به حسب خردسالیش، و ایشان به یکدیگر تعجب نمودند. در باب 44 قصه اینجور جلو میره که یوسف به نوکرانش میگه کیسه های این مردان کنعانی رو از قله پر کنید و پولشون رو هم در دهنه کیسهشون بگذارید، همونطور که دفعه پیش این کارو کردید. اما یکی از جام‌های گرانبهایی که توی خونه منه رو بگذارید تو کیسه اون برادر کوچکتره، یعنی بنیامین. منظورش برادر تنی خودشه. و نوکراش هم این کارو میکنن. و فردا صبحش بچه‌های یعقوب راهی میکنه که برگردن به کنعان. و اینا هنوز خیلی از شهر فاصله نگرفته بودند که یوسف با آدماش گفت برید دنبال اینا و بگیریدشون و بهشون بگید چرا به عوض این نیکویی که به شما کردن بدی کردید و کیسه برادر کوچیکه رو واس کنید و جام گرانبهای منو از اون تو در بیارید و به اتهام دزدی بگیریدش وردارید بیارید. خلاصه اونا هم رفتن و فرزندای یعقوبو گرفتن و گفتن چرا چنین کاری کردید؟ اونا هم گفتن که بابا ما همچین کاری نکردیم. فرستادگان یوسف هم میگن این ظرف گرانبهای آقامون رو نزد هر کدومتون پیدا کنیم اونو میگیریم. پس تعجیل نموده هر کس عدل خود را به زمین فرود آورد و هر یکی عدل خود را باز کرد و مردان یوسف آنها را تجسس کرده از مهتر شروع نموده به کهتر ختم کردند و جام در عدل بنیامین یافت شد. آنگاه رخت خود را چاک زدند و هر کس الاغ خود را بار کرده به شهر برگشتن. همه گفتن ای وای بدبخت شدیم. یعنی در واقع برادر تنی یوسف، همون کسی که اینها به یعقوب قول داده بودن گردنمونم بزنن ما اینو برمیگردونیم، از دستشون رفت. پس برگشتن به خانه یوسف و در حضور وی بر زمین افتادند. یوسف به دیشان گفت این چه کاری است که کردید؟ چرا جام منو دزدیدید و این حرفا؟ یهودا گفت به آقایم چه گویم و چه عرض کنیم و چگونه بیگناهی خیش را ثابت نماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافت نموده. اینک ما نیز با آنکه جام به دستش یافت شد غلامان آقای خود خواهیم بود. گفت هاشا از من که چنین کنم، بلکه آنکه جام به دستش یافت شد غلام من باشد و شما به سلامتی نزد پدر خیش بروید. آنگاه یهودا نزدیک وی آمده گفت آقایم از غلامانت پرسیده گفت آیا شما را پدر یا برادری است؟ و به آقای خود عرض کردیم که ما را پدر پیری است و پسر کوچک پیری او که برادرش مرده است و او تنها از مادر خود مانده است و پدر او را دوست می‌دارد. و به غلامان خود گفتی وی را
نزد من آرید تا چشمان خود را بر وی نهم. و با آقای خود گفتیم آن جوان نمیتواند از پدر خود جدا شود، چه اگر از پدر خیش جدا شود پدر نیز خواهد مرد. خلاصه بهش گفتم ببین اصلا نمیتونیم بدون این برگردیم اونجا، چون اگر اینو با خودمون بر نگردونیم پدرمون میمیره از غم. پس برادر بزرگه یوسف میگه من ضامن شدم که حتما این بچه رو نزد پدرم برگردونم، زیرا که غلامت نزد پدر خود ضامن پسر شده. گفتم هرگاه او را نزد تو باز نیاورم تا ابدالآباد نزد پدر خود مقصر خواهم شد. پس الان تمنا این که غلامت به عوض پسر در بندگی آقای خود بماند، یعنی بیا منو نگهدار ولی این بنیامین رو بده با خودمون ببریم، زیرا چگونه نزد پدر خود بروم و این پسر با من نباشد، مبادا بلایی را که به پدر واقع شود ببینم. و در باب 45 یوسف خودش رو به برادرانش معرفی میکنه، یعنی همه اطرافیان و نگهبانها رو بیرون میکنه و بلند بلند گریه میکنه و خودش رو به برادرانش معرفی میکنه. من یوسف هستم، آیا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد، زیرا که به حضور وی مضطرب شدند. و یوسف به برادران خود گفت نزدیک من بیایید. پس نزدیک آمدند و گفت منم یوسف برادر شما که به مصر فروختید و حالا رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بدینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد. خلاصه بهشون میگه همون خوابهایی که میدیدم تعبیر شد و شماها همه مرا سجده کردید و من آقای همتون شدم. و خلاصه این خبر که اینها برادران یوسفند به فرعونم میرسه. فرعونم پیشنهاد میکنه که این برادران برن و پدر خودشون یعقوب و قوم و قبیلهشون رو جملگی به مصر بیارن، چون مصر انبارها داره و از پیش برای این قحطی آماده بوده. زندگی در اینجا برای یعقوب و قوم و قبیلهش خوشتره، پس بهتره که برن و پدر و قوم و قبیله رو با خودشون به اینجا بیارن. و خلاصه خبر به یعقوب رسید و اولش باور نکرد که این بچه‌هاش دارن راست میگن، ولی بعد هدایایی که یوسف به همراه برادرانش برای یعقوب فرستاده بود و دید و باور کرد و با گریه گفت بله به مصر بریم تا قبل از مرگم دوباره عزیز دردانم که یوسف باشه رو ببینم. و اسرائیل با هر چه داشت کوچ کرده به بئرشبع آمد و قربانی ها برای خدای پدر خود اسحاق گذرانید. و خدا در رویاهای شب به اسرائیل خطاب کرده گفت ای یعقوب، گفت لبیک، گفت من هستم الله خدای پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به وجود خواهد آمد. این هم بار دومی است که دارید اسم الله رو میشنوید. و خلاصه یعقوب همه قوم و قبیلش رو برمی‌داره به مصر میره. باز اینجا یه پرانتز باز کنم، این در حالیه که قوم و قبیله عیسو همونجاست، قوم و قبیله اسماعیل همونجاست و اینها همه سامی اند و با تعداد بسیار بیشتری در اون سرزمین ها در حال رشدند. و قوم و قبیله محدود یعقوب جملگی از فلسطین کوچ میکنه و به مصر میره. درسته که 400 سال بعد این قوم دوباره به فلسطین برمیگرده، اما خود این نشون میده که دوباره چقدر با مصریان تلفیق میشن و چقدر از پراکندن و گسترده شدن در فلسطین باز میمونند. خلاصه خدا کلی به یعقوب میگه که برو به مصر، من پیشتم و ذریت تو رو کثیر گردانم و الو بلو، چیزهایی که در طول سفر پیدایش به ابراهیم و اسحاق و یعقوب گفته بود و دوباره تکرار میکنه. خلاصه و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدند. یعقوب و پسرانش روبین نخستزاده یعقوب، و پسران روبین حنوک و فلو و حسرون و کرمی، و پسران شمعون یموئیل و یامین و اوحد و یاکین و سوهر و شاول که پسر زن کنعانی بود. یعنی تا همینجا بعضی از بچه‌هایی که از این قوم به اصطلاح سامی دارن به مصر مهاجرت میکنن از زنان کنعانی هن. یعنی اونی که میگفتند یهودیت از مادر انتقال پیدا میکنه، حتی اونم باد هواست. و پسران لاوی جرشون و قحات و مراری، و پسران یهودا ایر و اونان و شیله و فارس و زارح. اما ایر و اونان در زمین کنعان مردند و پسران فارس حسرون و حامول بودند. و پسران یساکار تولا و یوب و شمرون. و پسران زبولون سارد و ایلون و یاهلئیل. و اینانند پسران لیا که آنها را با دختر خود دینه در فدان آرام برای یعقوب زایید. همه نفوس پسران و دخترانش 33 نفر بودند. و پسران جاد سیفون و حجی و شونی و اسبون و ایری و عرودی و ارئیلی. و پسران عشیر یمنه و یشوع و یشوی و بریعه. و خواهران ایشان
ساره و پسران بریعه هابر و ملکیل و اینانند پسران زلفه که با لابان به دختر خود لیه داد. زلفه همون کنیز کنعانیه که خودش سامی نیست، داره بچه‌های اونو نام میبره. این 16 را برای یعقوب زایید و پسران راحیل زن یعقوب یوسف و بنیامین و برای یوسف در زمین مصر منسی و افرایم زاییده شدند که اسنات دختر فوتیفاره کاهن برایش بزاد و پسران بنیامین باله و باکر و اشبی و جیرا و نعمان و ایحی و رش و مفیم و حفیم و آرد. اینانند پسران راحیل، منظورش نوه‌های راحیله، که برای یعقوب زاییده شدند، همه 14 نفر. و پسران دان هوشیم و پسران نفتالی یحسئیل و جونی و یسر و شلیم و اینانند پسران بلحه. بلحه همون کنیز کنعانی راحیل بود که خب اونم سامی نبود و ایشان را برای یعقوب زایید. همه 7 نفر بودند. همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدند که از صلب وی پدید شدند سوای زنان پسران یعقوب جمیعاً 66 نفر بودند. یعنی یعقوب با 66 مذکر و معلوم نیست چند تا مؤنث همه قوم اسرائیل رو جمع کرد و به مصر برد. و توجه کنید قوم اسرائیل یعنی قوم یعقوب رو برداشت به مصر برد، نه سامیان رو. چون به شما گفتم که سامیان خودشون بخش اصلیشون که توی عراق کنونی باقی مونده بود، یه بخشیشون هم از طریق فرزند اول ابراهیم که اسماعیل باشه منشعب شدن و با مصریان و فلسطینیان و کنعانیان درآمیختن. یه بخش دیگه شون از فرزند اول اسحاق که عیسی باشه با 2 زن کنعانی و بعد یک زنش که فرزند اسماعیل بود آمیختند و قاطی جماعتی شدند که امروز از نگاه رژیم قومی نژادی یهود سامی محسوب نمیشن. و خلاصه یعقوب با 66 تا مرد به مصر رفت که این 66 نفرم کلیشون از کنیزان فلسطینی و کنعانی بودند و سامی خالص باز نبودند. و پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدند 2 نفر بودند. پس جمعی نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند 70 بودند. و یوسف عرابه خود را حاضر ساخت تا به استقبال پدر خود اسرائیل یعنی همون یعقوب به جوشن برود و چون او را بدید به گردنش بیاویخت و مدتی بر گردنش گریست. و یعقوب به یوسف گفت اکنون بمیرم چون که روی تو را دیدم. میگه دیگه راحت خواهم مرد چون تو را قبل از مردنم دیدم. و یوسف هم میگه من الان میرم پیش فرعون و میگم خاندانم با اموال و رمه ها و مواشیشون اومدن و اگرم فرعون از شما پرسید چه کاره اید بگید ما جداً در نسل رمه‌بان و شبان هستیم. و یادتونه در اپیزود اول گفتم ما داریم در مورد دوره‌ای از تاریخ صحبت میکنیم که رمه‌بانی و شبانی جزو کارهای بسیار پرسود و به اصطلاح با کلاستره. و خلاصه اینا نزد فرعون رفتن و با فرعون صحبت کردن و فرعون ملکی در زمین مصر در نیکوترین زمین یعنی در ارض رمسیس چنان که فرعون فرموده بود به دیشان ارزانی داشت. و یوسف پدر و برادران خود و همه اهل خانه به حسب تعداد عیال ایشان به نان پرورانید. و خلاصه در ادامه قصه ای رو توصیف میکنه که چطور یوسف از این شم بیزنسمنی و کلاهبرداری بنی اسرائیلی استفاده میکنه و در وضعیت قحطی مردمان مصر رو در فشاری قرار میده که مجبور بشن زمینهاشون رو و حتی خودشون رو به فرعون بفروشن و فرعون رو مالک همه زمینهای مصر میکنه. پسران یوسف. و بعد از این امور واقع شد که به یوسف گفتند اینک پدر تو بیمار است. پس 2 پسر خود منسا و افرایم را با خود برداشت و یعقوب را خبر داده گفتند اینک پسرت یوسف نزد تو می آید. و یعقوب خیشتن را تقویت داده بر بستر بنشست. و یعقوب به یوسف گفت خدای قادر مطلق در لوز در زمین کنعان به من ظاهر شده مرا برکت داد و به من گفت هر آینه من تو را بارور و کثیر گردانم و از تو قوم‌های بسیار به وجود آورم و این زمین را بعد از تو به
ذریت تو به میراث ابدی خواهم داد. و الان 2 پسرت که در زمین مصر برایت زاییده شدند، قبل از آن که نزد تو به مصر بیایم، ایشان از آن من هستند. افرایم و منسا مثل روبین و شمعون از آن من خواهند بود. و اما اولاد تو که بعد از ایشان بیاوری از آن تو باشند و در ارث خود به نامهای برادران خود مسما شوند. و هنگامی که من از فدان آمدم، راحیل نزد من در زمین کنعان به سر راه مرد، چون اندک مسافتی باقی بود که به افرات برسم و او را در آنجا به سر راه افرات که بیت لحم باشد دفن کردم. و چون اسرائیل یعنی یعقوب پسران یوسف را دید، گفت اینان کیستند؟ یوسف پدر خود را گفت اینان پسران منند که خدا به من در اینجا داده. گفت ایشان را نزد من بیاور تا ایشان را برکت دهم. و چشمان اسرائیل از پیری تار شده بود که نتوانست دید. پس ایشان را نزدیک وی آوردند و ایشان را بوسیده در آغوش خود کشید. و یعقوب به یوسف گفت گمان نمی بردم که روی تو را ببینم و همانا خداوند ذریت تو را نیز به من نشان داده است. و یوسف ایشان را از میان 2 زانوی خود بیرون آورده رو به زمین نهاد و یوسف هر دو را گرفت، افرایم را به دست راست خود به مقابل دست چپ اسرائیل و منسا را به دست چپ خود به مقابل دست راست اسرائیل. این از این جهت مهمه که دست راستش اون دست اصلی است که اگر بذاره روی سر هر کدوم، همه پیامبری و همه برکات رو به اون منتقل خواهد کرد. اگر یادتون باشه همین یعقوب رفت سر باباشو کلاه گذاشت و از دست راست باباش استفاده کرد و همه برکات و پیامبری رو به خودش منتقل کرد. حالا یوسف 2 فرزندانشو گذاشته جلوی دست این، ولی یه جوری گذاشته که بچه کوچیکه دم دست راست باباشه و بچه بزرگتره که نخست زاده باشه رفته دم دست چپ قرار گرفته و ایشان را نزدیک وی آورد. و اسرائیل دست راست خود را دراز کرده بر سر افرایم نهاد و او کوچکتر بود و دست چپ خود را بر سر منسا و دست خود را به فراست حرکت داد، زیرا که منسا نخست زاده بود. و یوسف را برکت داده گفت خدایی که در حضور وی پدرانم ابراهیم و اسحاق سالک بودندی، خدایی که مرا از روز بودنم تا به امروز رعایت کرده است، آن فرشته‌ای که مرا از هر بدی خلاصی داده، این 2 پسر را برکت دهد و نام من و نامهای پدرانم ابراهیم و اسحاق بر ایشان خوانده شود و در وسط زمین بسیار کثیر شوند. پس 2 پسرای یوسف را برکت داد و باز طبق معمول اون کوچیک‌تره رو با دست راستش برکت داد و برکت اصلی رو به او منتقل کرد. و چون یوسف دید که پدرش دست راست خود را بر سر افرایم نهاد، به نظرش ناپسند آمد و دست پدر خود را گرفت تا آن را از سر افرایم به سر منسا نقل کند. و یوسف به پدر خود گفت ای پدر من، نچنین، زیرا نخست زاده این است، دست راست خود را بر سر او بگذار. اما پدرش ابا نموده گفت میدانم ای پسرم، میدانم او نیز قومی خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد گردید، لیکن برادر کهترش یعنی برادر کوچکتره از وی بزرگتر خواهد شد و از ذریت او امتهای بسیار پدید خواهند آمد. پس افرایم را به منسا ترجیح داد و اسرائیل به یوسف گفت همانا من میمیرم و خدا با شما خواهد بود و شما را به زمین پدران شما باز خواهد آورد و من به تو میراثی زیاده از برادرانت میدهم که آن را از دست اموریان به شمشیر و کمان خود گرفتم. و در باب 49 یعقوب بقیه پسرانش رو هم فرا میخونه تا بهشون برکت بده. بهشون میگه جمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما واقع خواهد شد خبر دهم. ای پسران یعقوب، جمع شوید و بشنوید و به پدر خود اسرائیل گوش گیرید. ای روبین، تو نخست زاده منی، توانایی من و ابتدای قوتم. جوشان مثل آب برتری نخواهی یافت، زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی، آنگاه آن را بی حرمت ساختی. این همونیه که رفته بود با بلها کنیز راحیل زن مورد علاقه یعقوب هم بستر شده بود، یعنی رفته بود با مادر برادراش خوابیده بود، داره او رو نفرین میکنه. شمعون و لاوی برادرند، آلات ظلم شمشیرهای ایشان است. ای نفس من، به مشورت ایشان داخل مشو و ای جلال من، به محفل ایشان متحد مباش، زیرا در غضب خود مردم را کشتند و در خودرأیی خیش گاوان را پی کردند. ملعون باد خشم ایشان که سخت بود و غضب ایشان زیرا که تند بود. ایشان را در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم. و ای یهودا، تو را بر برادرانت خواهند ستود، دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران برادرت تو را تعظیم خواهند نمود. یهودا شیر بچه است، ای پسرم، از شکار برآمدی، مثل شیر که خیشتن را جمع کرده در کمین میخوابد. کیست او را برانگیزد؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی از میان پاهای وی تا شیلو بیاید. چشمانش به شراب سرخ و دندانش به شیر
سفید است. و زبولون بر کنار دریا ساکن شود و نزد بندر کشتی‌ها و حدود او تا به سیدون خواهد رسید. یساکار در میان آغل‌ها خوابیده، چون محل آرمیدن را دید که پسندیده است و زمین را دلگشا یافت. پس گردن خیش را برای بار خم کرد و بنده خراج گردید. دان قوم خود را داوری خواهد کرد، چون یکی از اسباط اسرائیل. دان ماری خواهد بود به سر راه و افعی بر کنار طریق که پاشنه اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتد. ای یهوه، منتظر نجات تو می باشم. و اما جاد گروهی بر وی هجوم خواهند آورد و او به عقب ایشان هجوم خواهد آورد. اشیر نان او چرب خواهد بود و لذات ملوکانه خواهد داد. نفتالی غزال آزادی است که سخنان حسنه خواهد داد. و یوسف شاخه بارور بر سر چشمه‌ای که شاخه‌هایش از دیوار برآید. تیراندازان او را رنجانیدند و تیر انداختند و اذیت رسانیدند، لیکن کمان وی در قوت قائم ماند و بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب مقوی گردید که از آنجاست شبان و صخره اسرائیل. از خدای پدرت که تو را اعانت می‌کند و از قادر مطلق که تو را برکت می‌دهد، به برکات آسمانی که از اعلی و برکات لجه‌ای که در اسفل واقع است و برکات پستانها و رحم. برکات پدرت بر برکات ازلی فایق آمد و بر حدود کوههای ابدی و بر سر یوسف خواهد بود و بر فرق او که از برادرانش برگزیده شد. و بنیامین گرگی است که می‌درد، صبحگاهان شکار را خواهد خورد و شامگاهان غارت را تقسیم خواهد کرد. همه اینان 12 سبط اسرائیلند و این است آنچه پدر ایشان به ایشان گفت و هر یک را موافق برکت وی برکت داد. آره اینها رو به 12 فرزندش گفت دیگه. نمیدونم باید چی بگم در موردش. و وفات یعقوب. پس ایشان را وصیت فرموده گفت: من به قوم خود ملحق می شوم. مرا با پدرانم در مغاره‌ای که در صحرای افرونحتاست دفن کنید، که در مقابل ممری در زمین کنعان واقع است، که ابراهیم آن را با آن صحرا از افرون ابن حتا برای ملکیت مقبره خرید. آنجا ابراهیم و زوجش ساره را دفن کردند. آنجا اسحاق و زوجه او رفقه را دفن کردند و آنجا لیه را دفن نمودم. خرید آن صحرا و مغاره‌ای که در آن است از بنی هت بود. و چون یعقوب وصیت را با پسران خود به پایان برد، پاهای خود را به بستر کشیده جان بداد و به قوم خیش ملحق گردید. و یوسف بر روی پدر خود افتاد، بر وی بگریست و او را بوسید. و یوسف طبیبانی را که از بندگان او بودند امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند و طبیبان یعقوب را حنوط کردند. حنوط یه جور معطر کردن میته و اهل مصر 70 روز برای وی ماتم گرفتند. و چون ایام ماتم وی تمام شد، یوسف اهل خانه فرعون را خطاب کرده گفت: اگر الان در نظر شما التفات یافتم، در گوش فرعون عرض کرده بگویید پدرم مرا سوگند داده گفت اینک من میمیرم در قبری که برای خیشتن در زمین کنعان کندم، آنجا مرا دفن کنید. اکنون بروم و پدر خود را دفن کرده مراجعت نمایم. خلاصه فرعون هم گفت برو همون کاری که بابات گفته رو انجام بده. و یوسف رفت و پدرش رو در همون جایی که پدر بزرگ و پدر بزرگش دفن بود دفن کرد. و بعد از مرگ یعقوب برادران یوسف میترسند که حالا که یعقوب مرده نکنه یوسف بیاد انتقام اون کاری که باهاش در نوجوانی کردن رو ازشون بگیره و میرن بهش میگن تو رو خدا ما رو کاری نداشته باشه و اشتباه کردیم. یوسف هم میگه نترسید و من با شما کاری نمیکنم و خیالتون راحت باشه. و میرسیم به وفات یوسف که آخرین باب از سفر پیدایشه. و یوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل خانه پدرش. و یوسف 110 سال زندگانی کرد. و یوسف پسران پشت سوم افرایم را دید و پسران ماکیر و پسران منسی نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند. و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. یعنی به همون فلسطینی که یهوه هر چند دقیقه یه بار میومد قولش رو به قوم و قبیله اینها میداد. و یوسف به بنی اسرائیل سوگند داده گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوان‌های مرا از اینجا خواهید برداشت. و یوسف مرد در حینی که 110 ساله بود و او را حنوط کرده در زمین مصر
در تابوت گذاشتند و این پایان سفر پیدایشه. همونطور که قبلا گفتم این اسفار 5گانه‌اند و بعد از سفر پیدایش سفر خروج نوشته شده که در سفر خروج به این پرداخته میشه که چطور چند صد سال بعد موسی با اون قصه شگفت‌انگیز و شکافتن نیل با سختی‌های بسیار این قوم رو از مصر بیرون میبره و در فلسطین ساکن میکنه. خب ما به پایان فصل اول از پادکست مبهوت رسیدیم. من قصد ندارم که در فصول بعدی پادکست مبهوت چیزی از تورات بازخوانی کنم، ولی پیشنهاد میکنم به شما بقیه اسفار رو بخونید، چون هم به لحاظ داستانی زیباست، هم همین نکات ریزی که من ازش پیدا کردم و برای شما توضیح دادم رو درش پیدا میکنید و تصویر کاملتری از قوم بنی اسرائیل پیدا میکنید. امیدوارم این مجموعه مفید بوده باشه. من هم با گوش جان شنوای نقد هاتون خواهم بود. دمتون گرم که تا اینجا گوش دادین. تا فصل بعدی و قسمت بعدی پادکست مبهوت.